امروز 27 دکبر است و من شعله گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را از استودیوی رادیو آزادی معرفی می‌کنم. روز بخیر و سرخط موضوع برنامه. بدادگاری توندبود در ولایت سوغد شمال سخت در شهر خوجند منزل ساکنان را ویران کرد و آنها را به برق و آب گذاشت. پیام از زندان ایراق یکی از جنگجویان توجیکی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بعد 3 سال خاموشی طریق صلیب سرخ به پیوندانش نامه فرستاد. خطی هست همونجا بود ایراق نه خط روی کده خط ما خونده خطی اسم خطی وای نبود مثال چه بود با چیزی خشم در آشخانه‌های افلاس و خوراک‌های ضررآور خدمات بهداشتی قرقیزستان از وجود ده‌ها نقطه‌های سودای کوچکی که با فروش محصولات پس‌صفت غذایی مشغولند نگران است. برنامه را با خبر بادی شدید و خرابی آور در شمال تاجیکستان شروع میکنیم. در پی شمال سختی نیمه شب امروز در شهر خوجند منزل‌های ساکنان آسیب دیدند و انتقال آب و برق برای مردم قطع شد. تلفن‌های شهری در بسیاری از نقاط مرکز ولایت سوغد از کار ماندند. بادی شدید ارچه 16 متری در شهر خوجند را چپه کرده رسته‌های چندین مغازه را شکست. صبح امروز ساکنان شهر به برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی مشغول شدند. روز 27 دکبر در برخی از تعلیمگاه‌های شهر خوجند که خسارات دیدند دانشجویان را به تعطیل فرستادند. مقامات تا به حال ضرر عمومی را از این شمال سخت اعلان نکردند و از خسارات جانی نیز گزارش نرسیده است. ساکنان شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این توندبود به وحشت افتادند و زیدن توندبود در فصل زمستان برای تاجیکستان حادثه نادر است. امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مسکو گفت که هنگام مدیریت کشورهای مشترک المنافع به همکاری‌های نظامی و تامین امنیت مرزها تمرکز می‌کند. امام رحمان روز 26 دکبر در نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع شرکت داشت و افزود که در شمال افغانستان تندروان و از جمله جنگجویان گروه دولت اسلامی فعال می‌شوند. او تاکید کرد که باید توجه به پیشگیری از عمل‌های تروریستی و جلوگیری از ناامنی در مرزها روانه کرده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این جلسه چنین گفت. بلاروس گفته صدها جنگجویان که از سوریه و عراق به زادگاه‌هایشان به کشورهای آسیای مرکزی برمیگردند خطر جدی برای امنیت 5 کشور منطقه هستند. سر از سال 2013 بیش از 1000 شهروند تاجیکستان که در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند در پی تبلیغات تندگرایانه به سوریه و عراق رفته به صف سازمان تندروی دولت اسلامی پیوستند. امسال در پی شکست این گروه دهشت‌افکن جنگجویان تاجیکی که در شبکه‌های اجتماعی با پخش نوارهای تبلیغی از خود خبر می‌دادند به نشان شدند، ولی اخیراً یکی از جنگجویان از زندان عراق طریق سازمان صلیب سرخ به پیوندانش پیام فرستاد. مومن احمدی گزارش می‌دهد. خطر دادنو من که جوابشو بگردونم جوابشو گردونم گفتیم بردیم. یوسف علیموف ساکن ناحیه شاه منصور به نامه پسر زندانیش در عراق جواب گرداند. پسرش احتم با گناه عضویت در داعش و جنگیدن از طرف این سازمان در عراق زندانی شده است. گفتن که خدمو گفتن در عراق میخواد محکمه مثلا در عراق محکمه روزنامه شده چیزایی دست مغز خط سوزایی میخواد که هست همونجا بود در عراق نه خط روی کده احتم علیموف سال 2013 بر روسیه رفت و بدرک شد. والدانش ماه سپتامبر سال 2014 نوار بازداشت فرزندشان را در شبکه‌های اجتماعی دیدند. بعد همین تا گرفتن نامه از او خبری نداشتند. اما اول نمیدونستم مثلا وقتی که از این کریست اومد همین که گفت باور کنم خیلی خرسان شدم که خاکی بو زنده یا خیلی مثلا خیلی آدم یک قصد 2 سال 3 سال بگذاره که نفهمی که هست نیست ترمای چی گپ چی کار چی خیلی یکی که باید فهمیدیم با کنیج خرسان میشه خیلی. صلیب سرخ بغیر از رسانیدن نامه با آنها چیزی نگفته است و معلوم نیست احتم در کدام زندان است. میخواهد او را به تاجیکستان بیارند. تاجیکستان قطعی عراق یگان
خیلی دادگیری نداره در یگان ساحش نداره گفتم خیلی دادگیری دیگه قطعی ایراق باشه ایروی همیشه گفت ما مثال نمیتونیم کنتر مشکلی که ما مثال بریم ایراق این کار کنیم. اما یوسف ناامید نیست و میگوید مهم که پسرش زنده است و شاید روز به دیداری هم برسند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. وزیران امور خارجه افغانستان و پاکستان در ملاقاتی که با میانجیگی چین صورت گرفت گروه طالبان را به مذاکرات دعوت کردند. نشست مذکور دیروز در چین و با حضور وزیر کارهای خارجه این کشور برگزار شد. مقامداران این سه کشور به موافقه رسیدند که مبارزه مشترک را بر ضد تروریسم ادامه می‌دهند و نمی‌گذارند که قلمروی آنها برای انجام عمل‌های تروریستی در مقابل دولت‌های دیگر استفاده شود. درباره ملاقات مذکور و تقاضا از گروه طالبان من با سلطان سرور همکارمون از رادیوی افغانستانی آزاد صحبت داشتم. در پایان گردهمایی که دیروز در بیجینگ میان وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شد، یک اعلامیه مشترک صادر شد. در این اعلامیه از طالبان خواسته شد که هرچی زودتر به گفتگوهای صلح بپیوندند. همچنین وزیر خارجه چین گفت که افغانستان و پاکستان با هم موافقه کردند که روابط خود را در آینده نزدیک ممکن بهبود میبخشند و موافقه کردند که از اجازه نمیدن به گروه یا کدام نیرویی که از خاک این دو کشور علیه همدیگر استفاده کنند. خب تا کنون واکنش طالبان به این پیشنهاد معلوم است یا نه و اگر در گذشته بنگریم طالبان چه شرطی داشتند که روی میز بشینند؟ هنوز طالبان کدام موقف رسمی خود در برابر این تقاضا اعلان نکردند، اما در گذشته رهبران طالبان همیشه از گفتگو با دولت افغانستان انکار کردند، اما با این هم نمایندگانشان به گردهمایی‌های در اروپا و در توکیو رفتند و گفته میشه که تماس‌های داشتند با برخی از مقامات افغانستان به ارتباط صلح. اما شرط اساسی اونا که میگن است که تا که نیروهای خارجی در افغانستان باشه با گفتگوی صلح حاضر نمیشه. طوری مشاهده می شود در این اواخر چین هرچی بیشتر به قضیه افغانستان کشیده می شود و فکر میکنید چرا چین میخواهد که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود؟ چین اصلا در صدد گسترش نقش دیپلماتیک و سیاسی خود در منطقه است. چین یک پروژه بسیار بزرگ اقتصادی در پاکستان داره به نام دهلیز اقتصادی که او یک سرک و یک شاهراه است که از شمال پاکستان تا به بحر هند در گوادر میرسه و چین در صدد است که افغانستان هم در این پروژه شامل شود و از طریق شامل شدن افغانستان با این پروژه راه چین به کشورهای آسیای میانه و اروپا هم باز شود. دیگه ایست که چین از فعالیت گروه‌های تندرو در منطقه نگران است، خصوصا تنظیم ترکستان شرقی که گفته میشه که افرادش در افغانستان و در پاکستان شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در پایتخت قرقیزستان خدمات بهداشتی به ده‌ها نقطه‌های سودای کوچکی و آشخانه‌های افلاس مبارزه را آغاز کرده است. طبیبان میگویند معمولاً در چنین مکان‌ها به مردم طعام و شیرینی‌های پست‌صفت و خطرناک فروخته می‌شود. طبق پیشنهاد طبیبان بهداشتی باید جزا برای سوداگرانی که با سلامتی ساکنان به اصطلاح بازی می‌کنند سخت‌تر شود. این انبار ناپاک را که بوی بد و غلیظ دارد چون آشخانه استفاده میبرند. در اینجا اساساً منتو میپزند که از کارتوشکا و گوشت نامعلوم آماده می شود. منتو را در میزی پاک ناشده میپیچانند و در ظرف ناشسته میپزند. این افراد یگان سند طبی که سالم بودنشان را اثبات کند ندارند. معلوم هم نیست آنها گرفتار سیل هستند یا نه. آشپزخانه در بینای کارخانه سابقی دوزندگی عمل می کند. کارمندان می گویند مشتریان زیاد دارند چون آشخانه در مرکز بازار کلانترین شهر جای گرفته است. از بس که منتوها ارزانند زود به فروش می روند. طبیبان می گویند امکانی منع سودای کوچگی را ندارند زیرا قانون در طرف تاجران است. آدمان این طعام‌ها را می‌خرند. این یک مسئله اجتماعی است. طبیبان از خطر غذاهای کوچگی بانگ اضطراب می‌زنند.
با گفته آنها این خوراک ها را از محصولات ارزان و روغن های صنعی آماده می کنند و انسان آنها را به آسانی هضم کردن نمی تواند. هنگام پختن و سرخ کردن سمبوسه و پیروشکی از روغن های صنعی استفاده می برند. سازمان جهانی بهداشت در این زمینه پژوهش را درباره قرقیزستان نشر کرده است. متخصصان بعد سنجیدن 100 نامگویی محصولات غذایی به دهشت آمدند، چون در طعام‌های معمولی تست تیار ترکیب‌های زیادی ضرر آور آشکار شدند. چون این ترکیب‌ها به کار دل زیان می‌رسانند. بنابر گزارش‌ها بیماری دل یکی از عامل‌های اساسی مرگ و میر در قرقیزستان است. به گفته طبیبان حتی کلچقندهایی در ظاهر به آزار بنابر داشتن روغن‌های سینتتیکی می توانند باعث رشد بیماری قند شوند. дар бастаҳои ин шириниҳо ҳатто муҳлати истифода ва таркиби он зикр нашудааст. ин маҳсулотро аз маргарин омода мекунанд, ба он ҳазм намешавад. ҳамасола хадамоти беҳдошти даҳҳо нуқтаҳои савдои кӯчагӣ ва ошхонаҳо ро дар бишкек мебандад, аммо шумораи онҳо кам намешавад. واگیرشناسان راهی حل را در بلند برداشتن مبلغ جریمه می‌دانند و در این زمینه به حکومت نیز پیشنهاد کردند. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. Кумитаи ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон шоми 26 декабр дар як маросими хос даҳҳо ҷавони беҳтаринро дар бахшҳои мухталиф ҷоиза дод. аксари ин ҷавонон аз рӯи дастовардҳои илмиву эҷодӣ ва варзишӣ беҳтарин унвон шуданд. ҳамкорони мо мегӯянд, дар ин маросим танҳо онҳое ҳузур доштанд, ки дар давоми сол дар чорабиниҳои давлатӣ ширкат намуда аз сиёсати ҳукумат пуштибонӣ мекарданд. Сарвинози Рӯҳулло бо тафсилоти бештар. ҷоизаи кумита дар самти тиббӣ Муродова Шабнам, духтури ҷарроҳ, аспиранти рӯзонаи солунаи сеюми кафедраи ҷарроҳии рақами 1. Шабнам Муродова, ҷарроҳи 29 солаи тоҷик, барои анҷоми бо муваффақи даҳҳо амалиёти ҷарроҳӣ ҷоизаи махсуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишро соҳиб шуд. ӯ то имрӯз чандин пажӯҳишҳоро дар бахши тарз ва усули беҳтар кардани ҷарроҳӣ анҷом дода, ҳадаф дорад роҳҳои осони ҷарроҳӣ ва кӯмак ба беморонро омӯзад. ихтироъ ин чуноне ки бо тарзи русӣ мегӯянд классификатсия или таснифи беморӣ ва тарзи ба анҷом расонидани амалиёти ҷарроҳӣ. дар баробари ин ҷарроҳи ҷавон, Кумитаи ҷавонон ва варзиш дар як маросими хос исми даҳҳо ҷавони эҷодкору варзишгар ва фаъоли ҷомеаро эълон ва қадрдонӣ кард. Аҳтам Абдуллозода, раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш гуфт, ҳайати ҳакамон ин ҷавононро аз рӯи дастовардҳои илмиву эҷодӣ ва варзишӣ сазовори ҷоизаҳо донистанд. миёни онҳо варзишгарон, олимону ихтироъкорони ҷавон, кормандони ҷавони вазорати идораҳо, ғолибони олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аз рӯи фанҳои дақиқ ва ҷавонони фаъоли кишвар ҳузур доштанд. Суҳроб Авлиёқулов, донишҷӯи соли сеюми донишгоҳи давлатии Данғара, ҳамчун беҳтарин донишҷӯи сол эълон шуд. ӯ миёни садҳо ҳазор донишҷӯ аз 40 муассисаи олии Тоҷикистон ин унвонро ба даст овард. шартҳои аввал ин навиштани иншо, дуввумин шарт презентатсия бо намудҳои нав, саввумин бошад саволу ҷавоб дар доираи сиёсати давлатии ҷавонон ва чорумин бошад ин донистани забонҳои хориҷӣ. барои имрӯз барномаро анҷом медиҳем, аммо фардо шуморо бо хабару гузоришҳои нав интизорем. то он вақт метавонед таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи мо www.ozodi.org бихонед ва гузоришҳои видеоиро дар озоди видео ютуб тамошо кунед. сипос барои бо мо буданд ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.